سلام آقا خرس گل. آقا خرس، اجازه میدی من شما رو هیپنوتیزم کنم؟ شما فقط به این نگاه کن. آفرین. با سرت نه، سرت بذار زمین. باریکن. فقط با چشمات دنبالش کن. آفرین. الانه که به خواب فرو بدی، چشمانت خسته میشه، به هیچ چیز دیگه ای فکر نکن، فقط به خواب. تمام خستگی های دنیا از بدنت خارج میشه. تمام بازی هایی که کردی، شیطنت هایی که کردی، چیزهایی که پاره کردی، همه از جلوی چشمت رد میشه و احساس خستگی و سنگینی میکنی. و الانه که به خواب عمیق فرو میری.